به قسمت دوم چالش دوپامین خوش آمدید. الان ساعت 10 شبه، برابر 10، و از این به بعد 10 شب خواب و 4 صبح هم باید بیدار شویم. پس بریم که داشته باشیم. الان ساعت 12 ظهره و من متاسفانه بازم شب گذشته نتونستم اول شب بخوابم. از یک طرف خوابم نیامد و از یک طرف امروز یعنی روز یک شنبه عید نبوده. یعنی روز یک شنبه در ایران روز 30 رمضان است، یعنی باید روز دوشنبه عید بکنیم و امروز چالشمان کمی سخت‌تر میشه، به خاطر اینکه باید بریم و اون طرف خانه را، بیرون از خانه را تمیز بکنیم و خیلی طول میکشه و خیلی هم سخت است. و بعد از آن بازم مثل همیشه دوری از شبکه‌های اجتماعی و کلا دوری از عادت‌های بد دیگه، و بریم که داشته باشیم. متاسفانه این درخت ما اینجور چیزا میریزه زمین، از اینا نمیدونم بهش چی میگه، از اینا. یکم زیبایی هم ببینید اینجا. ای بابا هرو، این زردالو شکوفه زده. از نزدیکتر ببینید. این درختمون هم شکوفه زده و در حال خوشگل شدنه. بقیه درخت ها. بچه ها، یکی از چالش های امروزمون اینه که باید با آب سرد حمام بکنم. آخه این دیگه چه قانونیه؟ فکر کنم 2 سال میشه مثلا با آب سرد حمام نکردم. حالا امروز مجبوریم دیگه، چیکار کنیم؟ الان آبو باز کردم. آب یه کمی چیزه، یعنی چطوری بگم بهتون، یه کمی گرمه، چون که من اصلا مستقیما زیر آب سرد نرفتم. مجبورم یه کمی گرم نگه دارم اولیش، بعدا آهسته آهسته بیاریم به چیز، یعنی بذارمش روی آب سرد. تجربه خوبی بود آب سرد. تجربه نه، یعنی قبلا هم حمام کردم ولی خیلی وقت بود با آب سرد حمام نکرده بودم و وقتی آب سرد آمد تو سرم انگار و تو عمق استخوانم داشت آب سرد میرفت. خوب بود ولی هنوزم احساس میکنم استخوانم یه جوری احساس سردی میکنه به خدا. پس بریم بچه‌ها سراغ کارهای دیگه. و واسه تمیز کردن وسایل ما هم آماده شد، بریم که تمیز کنیم. خب باید امروز اینجا رو تمیز بکنیم. خب پر پلاستیکه. خب شاید درست به ویدیو
بهتون معلوم نشه، ولی اینجا پر پلاستیک، اینجا اون و مکمل پر پلاستیک. خب اینجا رو ببینم اگر امروز زودتر توریستم اینجا رو تمام بکنم، به خاطر اینکه امروز آخرین روز رمضان است، روز یکشنبه. البته افغانستان عید کردن، ولی امروز یکشنبه در ایران عید است و من مطمئنا تشنه و گرسنه میشم. هوام گرم است خیلی واقعیتش. اگر زودتر تمام کردم حوصله داشتم میرم به سراغ این طرفی، اینجا رو تمیز میکنم اگر حوصله داشتم و چیز نبود، اگر نمیذارم واسه فردا، یعنی روز دوشنبه اینجا رو تمیز میکنم. نمیدونم این سنگا از کجا آمده، چیزایی هست که به خدا عجیب و غریبه. اینا رو کلا تمیز میکنم. متاسفانه واسه این سنگا توانم نمیرسه، خیلی سنگینن. فقط پلاستیک و اینجوری در چه باشه مثل اینا همشون رو بر میدارم و اینجا جمع میکنم و دیگه تمام. والله خسته شدم امروز خیلی، یعنی حیات خانه رو کلا تمیز کردم، آب گرفتم. البته نتونستم ویدیو بگیرم متاسفانه، ولی تقریبا 1.5 ساعت اینطوری حیات خانه رو جارو کردم و آب گرفتم و دوبار رفتم مغازه، آمدم و با دوچرخه پاهم بد جوز